داستان‌های شب. این داستان مهمان انار، نویسنده سپیده خلیلی، تصویرگر سحر حقگو. این کتاب از سلسله انتشارات شرکت پرتقاله. پاییز بود. فقط درخت انار میوه داشت. دونه‌های انارها بزرگ و درشت شده بودند. جاشون توی انارها تنگ شده بود. پوست چند تا از انارام ترک خورده بود. وقتی باد می اومد، انارها روی شاخه ها تکون می خوردن. دونه ها به هم می چسبیدن و از ترس می لرزیدن. شب که می شد، سرشون رو شونه های هم می زشتن و می خوابیدن. اون وقت مامان انارها که همیشه رخت خوابشون رو زیر تاج انار می انداختن، بلند می شدن و روی تک تک دونه انارهاشون رو لحاف سفید گرم و نرمی می کشیدن و می خوابیدن. یه شب که همه خواب بودن، توی یکی از انارها دونه‌ای داد زد: آهای برو کنار، اینجا جای منه. دونه دیگه داد زد: خودت برای کنار، جامو تنگ کردی. تو دیگه از کجا اومدی؟ مامان انار از خواب پرید. دید که دونه ها همدیگه رو هل میدن. خوب که نگاه کرد، کرم سفیدی دید که به زور میخواست بین دونه ها بخوابه. مامان انار کرم رو دعوا کرد: زود باره بیرون. کرم گریهش گرفته گفت: شب شده، من از تاریکی میترسم. میشه امشب مهمون شما باشم؟ مامان انار به کرم نگاه کرد و با خودش گفت: نکنه بلایی سر دونه ها بیاره. شایدم. یکهو دونه های انار داد زدن: مامان مهمون خوبه، بذار بمونه. مامان انار دیگه حرفی نزد، فقط دور و بر رو نگاه کرد تا برای کرم سفید جایی پیدا کنه. یک مرتبه دید دونه انارا خودشون جابجا شدن و برای کرم سفید جا باز کردن. گوشه لحافشون هم انداختن روی کرم سفید. مامان انار تا نزدیک صبح بالای سر دونه ها بیدار موند. دم صبح یه چرت کوچولو زد. وقتی بیدار شد، کرم سفید رفته بود. بچه‌ها سرخ و زیبا باشید. شبتون بخیر.